یه سری قولنجا هستن مثل قولنج دست، اون چنان ضرر خاصی ندارن که آدم بشکنتشون. یه سری دیدگاه‌های قدیمی بودی که ممکنه تو سن پیری دستا بلرزه، پارکینسون بگیرید، اینا تو مقالات جدید رد شده. راجع به قولنج بعداً یه ویدیو کامل میگیرم، ولی خواهشاً لطفاً قولنج‌های گردن رو دست افراد غیر متخصص و غیر فیزیوتراپیست ندید، چون بسیار میتونه خطرناک باشه و حتی میتونه موجب سکته مخچه‌ای بشه. به جای قولنج شکستن گردن یه تمرین همین الان بهتون میگم، لطفا اینو انجام بدید که واقعا خیلی تاثیرگذاره برای سردردها، برای شونه دردها، برای افزایش خون رسانی به سمت مغز، به سمت سر، عضلات سر. خب تمرینی که میخواستم بهتون بگم اینه که روی صندلی میشینید. حالا من نمیتونم صندلیمو زیاد بچرخونم. روی صندلی میشینید که تا تقریبا ناحیه وسط کمرتون رو فیکس بکنه و قبقب بکنید. 5 ثانیه نگه دارید، آزاد کنید، 5 ثانیه نگه دارید، آزاد کنید و این کارو 10 بار انجام.